در یکی از کناره‌های پایتخت قرقیزستان دهه لوکسمبورگ قرار دارد که زمان در آن اکثریت را نمیس‌ها، آلمانی تباران این کشور تشکیل می‌دادند. فلیکس لیتاو در سالهای جنگ دوم جهانی از نیمجزیره کریم اخراج شده بعد سپری نمودن مدتی در اردوگاه‌های کار اجباری به قرقیزستان آمد. لیتاو یکی از آلمانی تباران کم شمار قرقیزستان است. همه آلمانی تباران به آلمان کوچ بستند. من از آن سبب نرفتم که زبان نمیسی را نمیدانم. همسرم روس است. فرزندانمان فقط با روسی صحبت میکنند. همه خویشاوندانمان به همان جا رفتند، ولی من خودداری کردم. به من آنجا معقول نشد. آناتولی کیانیک در جماعه آلمانی تباران قرقیزستان زبان و فرهنگ آلمانی را تعلیم می‌دهد. در لوکسمبورگ اساساً آلمانی‌های از ساحل‌های ولگا، قزاقستان، قوقاز و کریم اخراج شده به سر می‌برند. آنها اکثراً در سال‌های جنگ دوم جهانی و بعد آن اخراج شده‌اند. بعضی‌ها به زادگاهشان و دیگران به آلمان کوچ بستند. بعد جنگ تخمیناً 100,000 آلمانی تبار به قرقیزستان انتقال یافتند. اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی بازگشت دسته جمعی آنها آغاز یافت و حالا در قرقیزستان نزدیک 10,000 نفر آنها باقی مانده است. اکثریت زبان نمیسی را نمی‌دانند و با مرور زمان هویت آنها نیز آمیخته شده است. با زندگی در اینجا ما به همه مسئله ها به مثل خودی قرغیز ها بها میدهیم، مثل همان آلمانی تباران ازبکستان که مثل ازبک ها به همه چیز نگاه میکنند. همین طریق انسان در محیط محلی به اصطلاح هضم می شود. من آلمانی هایی را میشناسم که خود را نمیس مینامند و مثل گرجی و یا ازبک رفتار میکنند. در جریان سفر کانسلر آلمان خانم انگلا مرکل به قرقیزستان بازدید از دهه لوکسمبورگ مد نظر نیست. مثل آن جماعه آلمانی تباران محلی نیز به تدریج رابطه با وطن باباییشان را از دست می دهند.